سلام عزیزم، بیا دستتو بگیرم و ببرمت جایی که بوی عطر زنونه، قهوه داغ و لباسهای هوس‌انگیز فضا رو پر کرده. میخوام امروز با هم قدم بزنیم توی یه دنیای زنونه، دنیایی که هر گوشش صدای آه میده. بیا عزیزم، بیا با هم تو هایپر دیلمان گم بشیم. دارم نزدیک میشم. جلو در پاساژ هوا از نفسهای آدم‌ها گرمه. بعضیا هیجان زده وارد میشن و بعضیا لبخند میزنن. یه ون کافه کنار در با بوی قهوه تازه و شیرین داره وسوسم میکنه. همه چی آماده است، فقط کافیه پامو بذارم تو و خودم رو رها کنم.
طبقه همکف یه بهشته. لباسهای زنونه که از ویترین ها موج میزنن. لباسهای راحتی لطیف، مانتوهای خوشفرم، لباس شبهایی که برقشون آدمو مست میکنه. انگار هر مغازه یه دست نوازش رو تنت میکشه. نورای طلایی ویترین ها پوستم و قلقلک میده. دلم میخواد همینجا خودم رو ول کنم.
از پله برقی که میرم بالا یه دنیای دیگه جلو پام باز میشه. طبقه اول پر از لباسهای شب با تورهای نازک، پولکهای درخشان و پارچه‌هایی که زیر نور برق میزنن. انگار هر لباس یه قصه عاشقونه داره. مغازه‌های کیف و کفش با چرمای نرم و براق مثل لب‌های بوسه طلب صدام میزنن. طبقه دوم
بوی غذای داغ و خوشمزه پیچیده تو هوا. رستورانا و فست فودای کوچیک با بوی نون تازه و گوشت سرخ شده دلمو میلرزونن. کنار فودکورت مغازه‌هایی هستن که لوازم‌های لطیف و زنونه میفروشن. اینجا هر چیز کوچیکی داره آروم و عمیق آدمو اغوا میکنه.
و این بود گشت و گذار داغمون توی هایپر دیلمان. یه دنیای کاملا زنونه، پر از نجواهای عاشقونه، برق نگاه‌ها و عطر نفس‌ها. تا دیدار بعد، همین جوری که لابلای واژه‌هام گم شدی، دلم میخواد حس کنی هنوزم دارم تو گوشت نجوا میکنم. زودتر بیا، من تشنمه.